شوهرش زندان، خودش گرفتار اعتیاد. چطور فرزانه از این جهنم زنده بیرون اومد؟ سلام دوستان، فرزانه هستم. شوهرم مصرف کننده مواد مخدر بود. در کنارش هم مواد مخدر میفروخت. من برای اینکه اونو متوجه اشتباهش کنم، خودم هم شروع به مصرف کردم. شاید اون به خاطر من قطع مصرف کنه. اما یه روز شوهرم به خاطر فروش مواد مخدر دستگیر شد و روانه زندان شد. من بعد از دستگیری رضا همسرمه، انگار دنیا رو سرم خراب شده بود. همون لحظه درو بستن و بردن. انگار قلبم از جا کنده شد. نمیدونم از جای دادگاه چجوری به خونه برگشتم. فقط میدونم که از همون روز همه چی برام تموم شد. دیگر هیچ چیز مهم نبود، حتی خودم. روز می نشستم یه گوشه خونه و زل می زدم به دیوار. هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. تا چند وقت موادی را که رضا در خونه قایم کرده بود و ماموران نتونسته بودن پیدا کنن مصرف می کردم. انگار توی یک کابوس بی پایان گیر کرده بودم که نمیتونستم ازش بیرون بیام. شبها از همه بدتر بود. وقتی هوا تاریک می شد یه حس ترس و تنهایی می پیچید توی وجودم. هر صدایی که می شنیدم فکر می کردم که رضا برگشته، ولی بعد یادم می اومد که کجاست و چقدر ازم دوره. نمی تونستم فکر کنم، نمی تونستم نفس بکشم. توی اون خونه سرد و تاریک فقط خودم بودم و خاطراتمون. من اون موقع که رضا رو بردن فهمیدم که دیگه زندگیم هیچ وقت مثل قبل نمیشه. مواد تنها چیزی بود که بهش پناه می بردم. با مواد و پولی که از رضا مونده بود زندگیم رو می گذروندم. شاید واسه یه لحظه اون درد لعنتی رو فراموش کنم، ولی بعدش بدتر می شد. وقتی اثرش می رفت دوباره همون غم و ناامیدی به سراغم می اومد. دیگه حتی چهره خودم رو تو آینه نمی شناختم. گاهی وقتا همسایه ها می اومدن سراغم، ولی من نمی خواستم منو اینطوری ببینن. از نگاه های ترحم آمیزشون بیزار بودم. فقط می خواستم همه تنهام بذارن. با خودم می گفتم شاید اگر خیلی خوششانس باشم رضا یه روزی برگرده، ولی ته دلم می دونستم که اگه برگرده دیگه چیزی مثل قبل نخواهد بود. هر روز همون سوال تو ذهنم تکرار می شد. حالا باید چی کار کنم؟ ولی هیچ جوابی براش نداشتم. فقط می دونستم که دیگه هیچ وقت نمیتونم مثل قبل باشم. این درد و تنهایی لعنتی دست از سرم بر نمی داشت. منتظر روزی بودم که شاید یه معجزه‌ای بشه، ولی روزها می گذشت و من همونجا توی تاریکی خودم فرو می رفتم. منتظر، بدون هیچ امیدی. این موضوع چند ماه طول کشید. در این مدت بعد تمام شدن مواد به ناچار با دارو خودمو نگه داشتم تا اینکه شوهرم برگشت. رضا قطع مصرف کرده بود. وقتی اومد بهم گفت چی کار میتونم برات انجام بدم؟ من ازش خواستم کمکم کنه قطع مصرف کنم. چند روزی تو خونه موندم و چیزی مصرف نکردم. با درد جسمانی زیاد دست و پنجه نرم کردم و هر روز کلافه تر می شدم. به رضا گفتم نمیتونم درد رو تحمل کنم و سعی می کردم متقاعدش کنم تا برام مواد تهیه کنه. ولی اون همش می گفت یه روز دیگه، فقط یه روز دیگه، و منو به 9 روز پاکی رسوند و همش می گفت این همه تحمل کردی، حیفه، چند شب دیگه صبر کنی بهتر میشی. روز 9 پاکیم رفتم خونه مادرم. دنبال چاره‌ای بودم. درد جسمانی عمویم رو بریده بود.
اون روز همسرم یک کتابچه سفید و چند تا پمفلت به هم داده بود. روی یکی از پمفلت ها یه شماره تلفن بود. رضا به هم گفت اگر دیدی نمیتونی تحمل کنی به این شماره تلفن زنگ بزن، بهت کمک میکنه. عصر پاییزی بود. یواش یواش حالم داشت بدتر میشد. مادرم خیلی نگران حالم بود. همش دعا میکرد. آب میوه می آورد، میوه پوست میکند، ولی هیچ چیزی نمیتونست آرومم کنه. پیش مادرم روم نمیشد زنگ بزنم. مادرم رو به بهونه‌ای به بیرون از خونه فرستادم. با اون شماره تماس گرفتم. یه آقایی جواب داد. گفتم آقا من 9 روز پاکم. هی میگن امروز دردت کم میشه، فردا کم میشه، ولی نمیشه. لطفاً گوشی رو بدین من با یه خانم صحبت کنم. یه شماره به هم داد. زنگ زدم و یه خانم بود. بعد از کلی صحبت به هم گفت ما هر روز توی فلان مکان جلسه برگزار میکنیم. فردا بیا جلسه ببینمت. فرداش نرفتم. روز بعدش که روز 11 پاکیم بود زنگ زدم. بهش گفتم مدارک برای ثبت نام چی بیارم؟ ایشون با آرومی گفت فقط خودت بیا. هیچی نمیخواد بیاری. توی راه جلسه فکر میکردم برگرد. تا حالا هیچکی تو رو توی این جاها ندیده. هیچکی مصرف مواد تو رو نفهمیده. فکر میکردم کسی خبر نداره. میری میگیرنت و همه میفهمن که معتادی. به محل جلسه رسیدم. یه خانم اومد جلو تو حیاط بغلم کرد. یه ذره از ترسم ریخت. رفتم داخل جلسه. در رو که باز کردم یه نفر اومد منو تو آغوش گرفت و راهنماییم کرد. رفتم نشستم. فکر میکردم گرداننده استاده و منشی و دستیارشه یا شاگرد زرنگ کلاسه، تا اینکه دیدم خانم ها دست بلند میکنن و میگن فلانی هم معتاد و صحبت میکنن. منم برای اولین بار با اینکه قبول هم نداشتم معتادم، پسوند معتاد رو به اسمم اضافه کردم. حس عجیبی به هم دست داد. دیدم اعضا چیزایی میگن که شبیه زندگی منه. هر کدوم قسمتی از منو تعریف میکردن و دقیقاً همین احساس همدردی باعث شد که بازم به اون جلسه برم. از همدردانی شنیدم همون جور که ما یک شب معتاد نشدیم قرار نیست یک شب هم خوب بشیم. این صحبت‌ها باعث آرامشم شد. به انتظاراتم و از خودم کم کرد، چون وقتی وارد انجمن شدم دلم میخواست خیلی زود همه چی رو درست کنم، ولی فهمیدم معنی بهبودی یعنی اینکه امروزت نسبت به دیروزت بهتر باشه. به خودم فرصت دادم و جلساتم رو مرتب رفتم. یه راهنما انتخاب کردم. قدم ها رو کار کردم و خدمت کردم. هر وقت توی زندگیم به مشکل میخوردم و افکار بیمارگونه روی من کار میکرد، اصول برنامه رو اجرا میکردم. این مسیر به مرور احساس ناامیدی منو تبدیل به امید کرد و متوجه شدم مشکلات هم جزئی از زندگیم هستند و فقط باید در مسیر بهبودی باشم و رو به جلو حرکت کنم. حرفایی که توی جلسه یاد میگرفتم زود فراموشم میشد. فهمیدم باید به طور مرتب در جلسات حضور داشته باشم و هر روز پیام رو بشنوم تا فراموش نکنم. با حضورم در برنامه متوجه شدم وقتی در شرایط بحرانی زندگی قرار میگیرم نباید خودم رو ببازم. مسیر بهبودی به من یاد داد خودم رو دوست داشته باشم. امروز به لطف خدای مهربون 9 سال و 1 ماه و 4 روزه که پاکم. من به واسطه کمک یه معتاد به معتاد دیگه تونستم تا به امروز پاک بمونم.
و همیشه تلاش میکنم به عنوان یک عضو تا جایی که میتونم به همدردایی که نیاز به کمک دارن کمک کنم و دست اونا رو بگیرم تا از این طریق پیامی باشم برای معتادان در حال عذاب. دوستان، این بود زندگی من. ممنونم که داستان ما را تماشا کردید. لطفاً این ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. برای دیدن داستان‌های بیشتر از کانال ما مشترک بشید.